بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا العاصم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله العظيم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى الآن إلى يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ووفقنا بالعمل به. خب عرض سلام دارم محضر شما حضار محترم عزیزانی که از طریق فضای مجازی صوت و تصویر ما را دریافت میکنند. برای همه شما بزرگواران در ماه رجب المرجب آرزوی توفیق عمل و همچنین آرزوی قبولی اعمال در پیشگاه ذات الوهی داریم. بحثمون در مقام اول به لطف خدا به پایان رسید. آن این بود که اگر مجتهدی مستنبت بالقوه بود یا مجتهد بالقوه بود، آیا تقلید کردن برای او چه حکمی داره؟ عرض شد که دو دیدگاه وجود داشت. ما به حسب فهممون از ادله به این رسیدیم که تقلید مجتهد بالقوه از مجتهد بالفعل جایزه. تعبیر به جواز کردیم، یعنی شون میتونه به استنباط حکم بکنه بر اساس فتوای خودش عمل بکنه یا میتواند از مجتهد بالفعل تقلید کنه. پیش از این که وارد مقام دوم بشیم دو تا نکته لطیف عرض بکنم. یه نکته از مرحوم علامه شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه هست که به بحث ما کمک میکنه. تعبیر ایشون اینه: صاحب نظر بودن اعمال نظر کردن. این دو چیزه. خوب عنایت کنید. شخص صاحب نظر است یا بگیم فلانی اعمال نظر کرده است. صاحب نظر است یعنی همین میشه مجتهد بالقوه، مستنبت بالقوه. اما اگر این مستنبت بالقوه بیاد اعمال نظر هم بکند که به تعبیر مرحوم آقای خویی اولی اسمش مجتهده ولی دومی اسمش فقیه. یعنی فقیه در اصطلاح خدمت فقها کسی است که اعمال
نظر کرده است. دقت فرمودید این یه نکته‌ای که در تحقیقی که داشتیم از فرمایش ایشون به دست آوردیم چیز قشنگی. پس صاحب نظر بودن مطلبون، اعمال نظر کردن مطلبون آخر. ما فعلا بحثمون در جایی است که طرف فقط صاحب نظر است اما هنوز نظر خودش رو اعمال نکرده است. این یک نکته. نکته دومی که قبل از ورود به مقام ثانی باید عرض کنیم، ما که عرض کردیم مجتهد بالقوه میتواند از مجتهد بالفعل تقلید بکنه، جایی است که هر دو، یعنی هم مجتهد بالقوه هم مجتهد بالفعل از نظر انفتاح علم و علمی یک نظر داشته باشند. یعنی چی؟ یعنی مجتهد بالقوه هم در باب علم و علمی قائل به انفتاح باب علم و علمی است و هم بفرمایید مجتهد بالفعلی که من میخوام ازش تقلید کنم او هم چیه؟ انفتاحیه. و الا اگر مجتهد بالفعل انسدادی باشه ولی من مجتهد بالقوه چی باشم؟ انفتاحی بوده باشم، تقلید من مجتهد انفتاحی از مجتهد انسدادی صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه من انفتاحی اصلا مبنای اون انسدادی رو قبول بفرمایید ندارم که او داره به مطلق و ظن میخواد عمل بکنه، با حالی که من انفتاحی مطلق ظن رو حجت نمیدانم. اینم یک نکته است که باید توجه بهش بشه که ما که میگیم مجتهد بالقوه یجوز له التقلید، یعنی این مجتهد بالقوه تقلید کند از مجتهد بالفعل انفتاحی، یعنی یک نوع تناسبی بین این دوتا وجود داشته باشه. خب اما مقام دوم که یه مقدار دقیق تر است، تقلید دیگران از مجتهد مطلق بالقوه هست، یا تعبیر دیگر از کردیم مجتهد غیر مستنبط. آیا مجتهد مطلقی که هنوز حکمی از احکام را استنباط نکرده است، آیا من عوام میتونم از او تقلید کنم یا تقلید عوام از چنین مجتهدی جایز بفرمایید نیست؟ عنایت بفرمایید. بنابر مختار ما تقلید عوام از چنین مجتهدی جایز نیست. چرا؟ اگر یادتون باشه بر اساس مختار ما این آقایی که مجتهد بالقوه هست، فایزشان مجتهد بالقوه هست، الان جاهل بالفعل، جاهل بالفعل است گرچه مجتهد بالقوه هست. این دو تا نکته اینا دقت کنید. مجتهد به تعبیر مجتهد بالقوه است، پس جاهل چیه؟ جاهل بالفعل. درست شد؟ وقتی شد جاهل بالفعل شد، رجوع عوام به این آقا لا یجوز. چرا؟ چون ادله جواز تقلید که انشاءالله به وقتش خواهد آمد میگه رجوع الجاهل الی العالم. بله، رجوع الجاهل الی العالم.
و این مجتهد بالقوه لیس به عالم. پس در حقیقت میشه رجوع الجاهل الی جاهل میشود و رجوع جاهل به جاهل جایز نیست. دقت فرمودید؟ این بر اساس مبنای ما. اما بر اساس مبنای قول دوم، بله، که میگفتن تقلید این مجتهد از غیر بفرمایید جایز نیست، اینها هم میگویند تقلید عوام از چنین مجتهدی جایز نمی باشد. پس کأنه در این مقام دوم اتفاق وجود داره، بله، که لا یجوز تقلیده، تقلید از چنین مجتهد بالقوه جایز نیست. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه دلیلی که اقامه میکند در التنقیح این چنین بیان میفرماند و دیگران دلیلشون اینه که میفرمایند ادله‌ای که میگوید تقلید جاهل از عالم جائز است، از جمله سیره، این از این مجتهد بالقوه انصراف دارد. انصراف دارد به عالم بالفعل و این شخص چون عالم بالفعل نیست، رجوع به او و تقلید از او جایز نمی باشد. درست شد؟ این رجوع جاهل به جاهل می باشد. روایات این که فاسألوا اهل الذکر، بله، یا فل العوام ان یقلدوه، یعنی کسی که عالم بالفعل بوده باشد. این آقا عالم بالفعل نیست. آیا حمیدی عالم بالفعل نیست یعنی چی؟ عالم بالفعل نیست یعنی چی؟ یعنی عالم بالقوه هست. عالم بالقوه یعنی جاهل بالفعل. خب دقت کن چی میگن؟ میگه ادله جواز تقلید انصراف دارد به عالم بالفعل. خب پس این مجتهد بالقوه عالم بالقوه جاهل بالفعل. درست شد؟ و اگر قرار باشه عوام از او تقلید کند، این رجوع جاهل به جاهل می باشد. پس بناهن علی هذا طبق مبنای مشهور هم تقلید دیگران از این بابا جایز نیست. ما اینجا یک فقط تذکر و یادآوری عرض کردیم و آن این است که به نظر یک تناقضی اینجا در کلام مرحوم آقای خویی به ذهن میرسه. دقت کردید؟ به تناقضی به ذهن میرسه. تناقض از چی جهت؟ در مقام اول مرحوم آقای خویی میفرماد تقلید کردن این مجتهد بالقوه، بفرمایید، از مجتهد بالفعل جایز نیست. چرا؟ چون ایشون عالمه. دقت فرمودید؟ و اون ادله تقلید اشاره دارد به کسی که چی باشه؟ جاهل باشه. پس این بابا جاهل نیست، چون عالمه، توان داره شرعی رو استنباط بکنه. درست شد؟ پس چرا تقلید کردن بر او جایز نیست؟ چون جاهل نیست. دقت فرمودید؟ اما اینجا که میرسن میگیم تقلید کردن دیگران از او چه حکمی داره؟
چرا جایز نیست؟ جایز بالاخره این مجتهد بالقوه عالم او جاهل؟ جاهل وظیفش هست که باید استنباط کنه. ببین نه اجازه بفرمایید یواش باش. شما میگید این بابا چیه؟ بالفعل جاهل است یا نیست؟ درست شد؟ بالقوه کار نداریم. بالفعل جاهل است یا نیست؟ کسی که بالفعل جاهل باشد بله رجوع جاهل به عالم شامل حالش میشه. پس میتونه تقلید کنه. ما گفتیم نه واجب تقلید کنه، گفتیم جایزی تقلید کنه. دقت کردید؟ بالاخره جاهلون دیگه. اگر این جاهلون بالفعل است همانطوری که تقلید دیگران از این آقای جاهل بالفعل لا یجوز، چون رجوع جاهل به جاهله. از آن طرف عنوان داریم تقلید یعنی چی؟ ما بارها عرض کردیم احترام این بزرگان رو سرمون. دقت فرمودید؟ مطلب باید تفهیم بشه برای ما. شما تقلید معنا کن آقای منظور دیگه داریم جاهل بالقوه یا بالفعل؟ شما وقتی میگه التقلید ما هو دیگه نداریم جاهل بالقوه یا جاهل بالفعل. کسی که جاهله یجوز للجاهل الرجوع الی العالم. درست شد؟ پس اینجا که میرسید میگه تقلید جاهل از این مجتهد بالقوه لا یجوز. چرا لا یجوز؟ لانه جاهل. پس اینجا که میرسید میخ رو محکم میکنید. میگه مجتهد بالقوه چیه؟ جاهله. دقت فرمودید؟ تقلید از او جایز نیست چون رجوع جاهل به جاهل است. وقتی به وظیفه خودش میرسیم شما میفرمایید تقلید کردن او با اینکه بالفعل چیه؟ جاهل است از دیگری جایز نیست. میگیم شما تقلید رو برای ما معنا بکنید. بالاخره تقلید یعنی چی؟ تقلید شما میگه رجوع الجاهل الی العالم. درست شد؟ وقتی به باب تقلید او میرسید این راه تفصیلش میدید. میگه بله جاهلون بالفعل ولی عالمون بالقوه. دقت فرمودید؟ کجا داره تقلید یعنی کسی که جاهل بالقوه از قوه باشه؟ نه، تقلید یعنی رجوع الجاهل الی عالم بوده باشه. دقت فرمودید؟ لذا یک نوع ابهام، نمیگیم اشکال، یک نوع ابهام به احتمال تناقض به وجود میاد. اینجا که میرسید عالم بالقوه را مجتهد بالقوه را جاهل فرض میکنید، میگه تقلید از او جایز نیست. وقتی به بنده خدا میگیم که خدمت شما از کنیم تقلید بکند، میگه نه، دقیقا بودید چون جاهل نیست. بالاخره اون جاهل هست یا نیست؟ این عرض بنده است. گفتی این حداقل این احتمال تناقض در ذهن ما میاد. ولی در کل همه در این مقام دوم اتفاق دارند. یعنی چه کسانی که میگویند تقلید کردن مجتهد بالقوه حرام است که مشهور باشه، چه اون قول غیر مشهور که میگن تقلید جایز است، هر دو گروه اتفاق دارند. تقلید کردن از او جایز نیست. چرا؟ چون ادله جواز تقلید شامل این مجتهد نمی شود. درست شد؟ این مقام خدمت از کنیم که دوم. اما میرسیم به آقای خوی دلیل خود را ذکر نکرد چرا جایز نیست؟ از میکنم میگه جاهل. نه اینجا که دلیل گفته، اما اونجا چرا گفته که دلیل؟ چون میگه عالمه. دقت کردید؟ ما میگیم عالمون بالقوه.
دقت کردید؟ عالم هست ولی وظیفه خود را عمل نکرده باید بره. نه از کار ببین شما ادله بر اساس ادله تعریف کنید. ما میگیم تقلید شما تعریف کنید یعنی چی؟ تقلید یعنی رجوع الجاهل الی العالم. الان میگه حضرت آقای خویی این مجتهد بالقوه درست شد؟ بالفعل عالم ام جاهل. الان وقتی که بالفعل میگیم عالم هستشون چون علم داره. همین که گوش بده عالم بالاحکام آیا بالقوه یا بالفعل؟ خب کسی که عالم بالقوه هست آیا استنباط بر او واجب است؟ به نظر سید واجب. بله شما میخوام بگی اشکال داره میگیم و حال اینکه سیره عقلا رو ما گفتیم طرف پزشک است بالقوه اما از خودش تبابت نمیکنه به دیگری رجوع میکنه. دقت فرمودید؟ پس اینی که شما میگید که اگر کسی بالقوه توانه کاری داشت اعمال به اجرای او هم واجبه، ما میگیم دلیل بر لزوم نداریم اما راه استنباط رو نمیبندیم بهشون. ما میگیم یجوز له الاستنباط چنانچه یجوز له تقلید. ما میگیم اگر تقلید بکند معذوره، یعنی فردای قیامت بهش نمیگه تو که قوه داشتی چرا استنباط نکردی. دقت فرمودید؟ ما میگه سیره عقلا بر این بوده که کسی که صاحب یک قوه هست اعمال اون قوه زمانی که به سرحد ضرورت نرسه. بله اگر فقیهی در اون اصل وجود نداشت من مجتهد چی هستم؟ بالقوه هستم اینجا اعمال قوه واجبه نمیشه. بله اما در جایی که الحمدلله 10 تا 15 تا فقیه وجود دارن بله تمام احکام رو هم استنباط کردن. خب این استنباط ما بسر لزوم کار داریم. ما دقت کردیم جواز رو ما منکر نیستیم. قول دوم میگه تقلید حرام باشد دلیل میخواد، یا از اون طرف استنباط بر این مجتهد واجب باشد این لزوم دلیل میخواد، با حال اینکه ما برعکسش دلیل داریم. میگه کسی که جاهل باشد بله میتونه اینی که شما میگه انصراف دارد به اون جاهل محض در درس قبل بود. این انصراف اطلاقات منشأ میخواد. گفته منشأ انصراف یا کثرت الوجود یا کثرت استعماله. اینی که در خارجی کثرت وجوده، چون غالبا افرادی که تقلید میکنه عوام محضن. کثرت وجود منشأ انصراف اگه باشه حجت نیست. این خلاصه عرض ما بود. حالا یه تأملی بفرمایید چون اونجا میرسید. سلام استاد، ببخشید استاد. بفرمایید. استاد به نظرم خب اینجا جهت قضیه فرق میکنه. خب بله مثلا از یک جهت که مثلا ایشون مقلد باشد برای اون کسی که مشکل بالفعل باشد، یا مثلا دیگران از تقلید بکنن، از این جهت فرق میکنه. دیگه اینجا مثلا به نظرم شما که فهمیدین که شرط در تنفس 8 وحدت شرط خواهد داشت. درسته؟ از اینجا جهت قضیه فرق میکنه. نه ما کار به جهت نداریم، ما بحث رو تقلید و عدم تقلید کار داریم. چرا دیگران از اون نمیتونه تقلید کنن؟ چون که ایشون مثلا اینجا جاهل فرض کرده. فرض کردی جاهل میگه. بله؟ ایشون آقای خویی میگه لعنه جاهل. چون این ایشون نگفت به منزلت الجاهل، میگه ایشون آقا جان من متن در کتابشو میگه ایشون میگه چون مجتهد بالقوه چیه؟ جاهله و اگر این عوام ازش تقلید کنه رجوع الجاهل الان جاهله. دقت کردید؟ ما میگه اگر ایشون جاهله پس میتواند از مجتهد بالفعل هم تقلید کنه. بشه. اگر بگیم این عالمه باید مشکل پیدا میکنه، قاعده حکم عقل جاری نمیشه. خب ما همین میخوام، اشکال ما همینه. ما به منزله جاهل فرض کردیم. آقا جان این کلمه منزله شما دارید میگید. این آقا صریحا میگه تقلید عوام از این مجتهد بالقوه لا یجوز لانه رجوع الجاهل الی الجاهل. دیگه نداره لانه به منزلت الجاهل.
میگه آقا بالفعل چیه؟ جاهله. رجوع جاهل به جاهل جایز نیست. ما عرض میگه اگه ایشون بالفعل جاهله پس ایشون صدق میکنه جاهله دیگه. ایشون میتوانه به مجتهد بالفعل هم چا کنه؟ رجوع کنه. خلاصه تناقض نیست استاد. ما نمیخواد بگه تناقض، ما میگه بالاخره این مجتهد بالقوه جاهل بالفعل هست یا نیست؟ بله استاد. خیلی خوب. اگه صدق علیه انه الجاهل بالفعل، ملاک در جواز تقلید چیه؟ رجوع الجاهل الی العالم است. پس ایشون جاهل است، پس تقلید او از مجتهد بالفعل هم اشکالی نداره. استاد اینجا جهت قضیه فرق میکنه نمیکنه؟ نه، چه جهت قضیه فرق میکنه؟ قضیه جهله. ما میگیم که ملاک و معیار در تقلید چیه؟ جهله. هر کجا جهل باشد، دقت کردید، جواز تقلید هست. هر کجا جهل باشد تقلید از او حرام است. پس اگر دیگران نمیتوانند از او تقلید کنند بنابر قول مشهور، چرا نمیتونن ازش تقلید کنند؟ چون جاهل است. درست شد؟ از آن طرف این آقای جاهل به کی مراجعه میکنن؟ به مجتهد بالفعل. میگیم آقا شما خودتون اقرار کردید مجتهد بالقوه چیه؟ جاهله. ملاک در جواز تقلید هم چیه؟ جهله. خب این آقا هم جاهل میتواند، بخوام این وحدت ملاکه. وحدت ملاک یعنی ملاک در جواز و عدم جواز تقلید چی؟ جهله. جهل باشد میتونه تقلید بکنه. جهل نباشد یعنی اگر رفتی حکم شرعی رو استنباط کردی دیگه تقلید کردن از دیگران بر تو جایز نیست. خب اما حکم سوم، حکم سوم منصب قضاست. آیا مجتهد مطلق غیر مستنبط و مجتهد بالقوه آیا می تواند به منصب قضا برسد و اگر حکمی را صادر کرد حکمش نافذ هست یا نافذ نیست؟ به تعبیر دیگر این که در روایات باب قضا داریم که قاضی کسی است که عارفاً به احکامنا، آیا منظور از این عارف بالاحکام عارف بالفعل به احکام است؟ یعنی چی؟ یعنی مجتهد بالفعل، یا شامل عارف بالقوه هم می شود؟ انشاءالله تو بحثش میاد. روایات فراوانی داریم که قاضی کی باید باشه، کی میتونه تو منصب برخی داریم که من عرف احکامنا، کسی که احکام ما رو بشناسد، عارف بالاحکام. این عارف کدومه؟ عارفون بالفعل، بله، که میشه مجتهد بالفعل. نه، عارف باشد. عارف اهم از این که عرف بالفعل، یا نه اگر دنبالش بره میتونه حکم رو به دست بیاره. دقت کردید؟ شاید منظور اون عارفم به احکام القضا باشه. بله که عرف احکامنا دیگه. نه احکام القضا، نه اون تقسیم دیگر، نه یعنی بالفعل باشه یا بالقوه. نه عارف به احکام قضا باشد، عارف بالفعل به احکام قضا باشد، یا نه عارف به احکام قضا.
چه بالفعل یا اگر بره میتونه احکام قضا رو به دست بیاره. چنانچه در باب استنباط احکام فروضی همینجور گفتیم مجتهدون بله بالفعل همه احکام رو استنباط کرده یا توان دارد که احکام رو اون احکام فرعیه فقهیه بوده. اینجا مراد از احکام باب قضا است. دقت کردید؟ شامل کی میشه؟ آیا جناب مجتهد بالقوه دقت فرمودید می تواند تو منصب قضا بنشیند؟ هنوز حکمی را معرفت پیدا اما معرفت بالقوه داره. میتونه منصب قضا بنشیند یا خیر؟ درست شد؟ در این مسئله هم بالاتفاق قائلند که منصب قضا برای چنین مجتهدی جایز نیست. آقای فیاض نگو اگه بره میفهمید، نه ما میخوام قبل از اینکه بره میتونه اصلا تو جایگاه قضا بنشیند یا نه؟ خیر ما میگیم نه. چرا؟ طبق همه مبانیشون الان جاهلون بفرمایید جاهلون بالفعل است. کسی که جاهل باشه حق نداره تو منصب قضا بنشیند. یک نعم استاد ببخشید اینجا منصب قضاوت مهمتره درسته؟ چی؟ منصب قضاوت از مرجع تقلید مهمتره درسته؟ بله چون حق الناس مطرح میشه. پس بگیم به دلیل فحوا اینجا یعنی جایز نیست. اینجا میخوام بگیم ادله اصلا شاملش نمیشود. دقت کردید؟ یک نعم رو ما اضافه کردیم. اگر مجتهد بالفعل فتوا داده باشد که از باب ضرورت تصدی منصب قضا بر مقلد جایز است، البته منظور از مقلد عوام الناس نیست، عالمی است که عالمی است که به سرحد اجتهاد نرسیده است. همانند فتوای مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه در این فرض مجتهد بالقوه به طریق اولا میتواند از باب ضرورت بر منصب قضا بنشیند. حالا توضیح میدیم. چون در هر دو صورت مقلد من له ملکت الاجتهاد بالفعل هستند و بر اساس فتوای مجتهد بالفعل دارن حکم میکنن. پس در واقع اینا انشاء حکم نمی کنن. انشاء حکم مال کیه؟ اون مجتهد بالفعل. ببین مرحوم امام رحمت الله علیه بعد از این که انقلاب شد بالاخره ما میگیم دستگاه قضایی میخوام یا نمیخوام، قوه قضاییه میخوام. درست شد؟ از یک طرف شما میگید حاکم شهر باید مجتهد بالفعل باشه. خب ما مجتهد بالفعل به اندازه‌ای که یک کشور رو بتونه اداره کنه ما نداریم. درست کردید؟ ایشون فتوا دادی که آیون اهل علمی که
مقدار مباحث حوزوی رو خوندن، دقت کردید، می توانند تو منصب قضا قرار بگیرن و بر اساس فتاوای حاکم شرع بیان حکم رو. پس اینا در حد خدمت اخبار اینها هستن، خودشون انشای حکم نمی کنن. چرا؟ چون هنوز خدمتتون هست که یا اولی که اصلا قوه استنباط نداره و دومین که داره خودش استنباط نکنه. منتها اینجا هم اولویتی که شیخنا گفته اینجا وقتی طلبه ای که طلبه ای که هنوز اون قوه بالقوه را نداره از باب ضرورت میتواند منصب قضا را بگیره، اینی که اجتهاد بالقوه داره به طریق اولا میتواند این منصب رو بگیرد. درست شد؟ این از باب ضرورات، از ضرورات تبیح المحظورات. ما از باب ضرورت میخوام بیایم بیرون، ما باشیم و در حال اختیار. درست شد؟ پس 3 مرحله رو ما گذراندیم. هل یجوز له التقلید؟ 2 قول بود. هل یجوز تقلید من؟ گفتیم 1 قول وجود. هل یجوز له منصب قضا؟ اما یک بحث 4می وجود داره که خدمت بزرگان زیاد درش ورود پیدا نکردن. اون بحث ولایته. دقت کردید؟ آیا کسی که مجتهد بالقوه هست میتواند ولی بشود یا نمیتواند؟ درست شد؟ میتواند یا نمیتواند؟ اینجا هم از مبنای بحث طولانی است که اصلا ما قلمرو ولی فقیه را تا چه حد میدونیم. آیا قلمرو نفوذ ولی فقیه رو در خدمت صغار میدونیم، صغاری که ولی ندارن برای اینها میدونیم، در امور حسبیه فقط میدونیم، یا نه دائره نفوذ ولایت فقیه رو مثل حضرت امام خیلی گسترده میدونیم. جایگاه ولایت فقیه رو میفهمد ولایت پیغمبر اعظم است، ولایت اهل بیت علیهم السلام. غیر از اون بحث نبوت و امامت که بگذاریم، تو بقیه مسائل اجتماعی هم شمولی که برای اونها بوده برای ولی فقیه هم هست. پس اینجا یه بحث طولانی میرسه که قلمرو به نفوذ ولی فقیه چقدر هست. اینات فرمودید؟ اونجا باز بعد از اینکه دائره نفوذ ولی فقیه رو ثابت کردیم، حالا بحث میکنیم چه محدود بدانیم چه خیلی موسع بدانیم. بحث در این که آیا کسی که مجتهد بالقوه هست یصدق انه ولی الفقیه ام لا؟ دقت فرمودید؟ اینجا باز همون 2 قول میاد. دقت فرمودید که آیا کسی که بالقوه چیزی رو داشته باشه صدق میکنن بهش یا نه اینا انصراف دارن بالفعل. چون این بحث گسترده است، لذا ما به این امر 4 ورود پیدا نمی کنیم، چون مربوط به فقه هست. مرحوم شیخ هم در کتاب البیع، دقت فرمودید، خیلی مختصر وارد این مسئله میشه و دیدگاه ایشون هم که قلمرو به نفوذ ولی فقیه رو محدود میدونه، یعنی ولایت مطلقه را قبول نداره. اینا قائل به ولایت مقیده هستن. دقیقاً ولی فقیه دائره نفوذش مقیده برای گروه خاص، اما خلافاً به مرحوم امام و دیگران میگن خیر، ما ولی فقیه رو میگیم ولایت مطلقه، یعنی در همه امور میتواند خدمت کنیم که اعمال بکنه. لذا این بحث رو دوستانی اگر خدمت کنم که خواهانش هستن به بحث ولایت فقیه مراجعه بکنن، جوابش رو اینجا دریافت کنن. تم کلام در قسم اول از مجتهد بالقوه باشد. انشاءالله اگر عمری باشه فردا برسیم
قسم دوم از چی میرسیم؟ مجتهد مطلق میرسیم. مجتهد مطلق بالفعل. مجتهد مطلق بالفعل. اونم مجتهد مطلق بالفعلی که قائل به انفتاح باب علم و علمی هست. این داره چه احکامی هست؟ این هم انشاءالله اگر باشه جلسه آینده. بله بفرمایید. راجع به ولایت فقیه استاد، یعنی از حیث ادله، نه اطلاق ادله داره که مثلا مثل معصومین ولایت داشته باشه. اینم خلاف اصل دیگه. مثلا در مورد تقلید ما مثلا میگیم که اصلا اصل اینه که مثلا هیچ کس مقلد دیگه نباشه، دیگه آزاد باشه. بله. خب این اصل هیچ دلیل اطلاقی نداره که از این اصل خارج بشه. بله. این در رابطه با انبیا و ائمه همینه. یعنی اصل این است که غیر از الله تبارک و تعالی هیچ کس ولایتی بر خدمت از بشر نداره. بعد چرا میگیم؟ از همین. امام میفرماید که از اون ادله‌ای که شما برای ولایت انبیا و برای ولایت ائمه دارید، از همون ادله اطلاق استفاده میشه. دقت کردید؟ بعد ایشون مفصل اونجا بحث میکنه. میگه ولی فقیه در زمان غیبت باید تشکیل حکومت بدن یا ندن. ایشون میاد ضرورت تشکیل حکومت رو اثبات میکنه. میگه اگر قرار باشه حکومت تشکیل بشه، میگه حکومت داشته باشیم اما دست حاکم باز نباشه. میگه فقط میتوانیم بر صغار و خدمت امور حزبیه فقط نظر بدیم، در باقی مسائل شما اظهار نظر نکنیم. این از باب ضرورت تشکیل حکومت و پس از تشکیل حکومت، یعنی اگر ما قائلیم در عصر غیبت میتوانیم حکومت اسلامی تشکیل بدیم، این تشکیل حکومت اسلامی بر خودش اقتضاعاتی داره. بر اساس اون اقتضاعات اون حاکمی که در رأس هرم قرار داره، بله، میگه به حکم ادله عقلیه و نقلیه، میگیم همون خدمتتون از کنم که مقاماتی که برای پیامبر و اهل بیت بود برای نائب ایشون هم هست. بله بعضی چیزا ضروریاتی که ما نمیتوانیم برای مثل اسمت، این مال خدمتتون مسئول. دقت فرمودید؟ اونا دلیل نقلی میگن که دلیل نقلی انصراف داره به معصوم. ایشون دلیل رو عقلی میگیره. دقت فرمودید؟ وقتی اون دلیل عقلی بگیره، این ادله لفظی رو مؤکد این دلیل چی میدونن؟ عقلی میدونن. لذا ما میگم الان اینجا جای بحث نیست که ما اصلا خود بحث ولایت فقیه یک بحث مستقل حداقل 1 ساله است که انسان بیاد تمام زوایای بحث ولایت فقیه رو پیش بکشه. به نظرم مثلا تو هندوستان خب این بحث ولایت فقیه خیلی بحث میشه. خب مثلا ضرورت داره اگر شما صلاح میدونید بحثی مطرح بکنید که خیلی برای خدمتتون از کنم که حالا اقتضاعات رو باید ببینید. فعلا ما یه اشاره کردیم مثلا، یعنی این مسئله جا داره، اما اون 3 مسئله رو ما ورود پیدا کردیم، ادله طرفین رو هم گفتیم، شما هم شنیدید و لکم الخیار و الخربزه، می توانید اون نظر رو قبول کنید یا این نظر رو قبول کنید. فعلا ما خدمت این مقام اول رو بحث کردیم. انشاءالله اگر عمری بشه وارد مسائل دوم میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حکومت اسلامی نداره، بحث بکنیم که دلیل فقیه باشه یا